اونایی که میگن به گربه ها غذا ندید، به سگا غذا ندید، من دعا میکنم که در زندگی بعدیت در کالبد یک گربه یا یک سگ بیپناه پا به این دنیا بذاری و گرسنگی، سرما، دربدری رو احساس کنی با تمام وجودت و آدم‌های از جنس خودت از کنارت رد بشن، بی تفاوت از کنارت رد بشن و تو نه زبون داری، نه میتونی گریه کنی، نه پول داری، نه میتونی که کار کنی و گرسنگی رو عمیقاً احساس کنی، یک هفته چیزی نخورده باشی و آدمی هم که سر راه قرار میگیره یکی باشه مثل خودت. اون وقت شاید احساس کنی که چه لجنی هستی، چه لجن بی احساس و بی رحمی هستی. از ازدیاد حیوونا نترسید، چون ترسناکترین موجود روی این زمین انسانه.